خوشا به حال اون کسانی که از این فرصت استفاده کردند، یک دل را به خدا آشنا کرد، به امام زمان بذر معرفت پاشیدن. مسئولیت ما سنگینه. اگر در این دعایی که هر روز خونده میشه فکر کنید، بهت آوره. چیست این کلمات؟ اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه. مرا از کسانی قرار بده که از اون حضرت دفع کنم. دوران غیبت عصر امتحان بزرگی است برای شما. سعی کنید بذر معرفت، اطاعت، شناخت خدا، شناخت ولی وقت، من منه الوجود، من به الوجود